استقلال هواد والو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، عظیم افتخار دی. در قدم دوم اجازه بدهید برای رسیدن 24 اسد چهارمین سالگرد فتح و پیروزی مجاهدین امارت اسلامی را حضور تک تک شما حاضرین این محفل معنوی تبریک و تهنیت عرض نمایم. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که از برکت خون پاک شهدای عزیز ما و تلاش‌های خستگی ناپذیر مجاهدین قهرمان امارت اسلامی و همکاری جانی و مالی شما ملت عزیز این پیروزی بزرگ را نصیب مردم مجاهد پرور افغانستان نموده و بیرق مقدس اسلام عزیز را در سراسر کشور عزیزمان برافراشته نگاه داشت. حضار گرامی، 4 سال قبل از امروز در 24 اسد سال 1400 هجری شمسی نخل جهاد و مبارزه مردم مسلمان و سربلند این سرزمین علیه اشغالگران ناتو به سرکردگی امریکا و اداره دست نشانده آن به ثمر نشست که بدون شک این پیروزی بزرگ ملت مجاهد و مقاومتگر افغانستان از اثر ریختاندن خون هزاران شهید، معیوب و معلول و آواره شدن میلیون ها انسان بیگناه کشور ما به دست آمده است. مردم با شهامت و آزادخواه افغانستان این حق را بارها به جهانیان ثابت ساختند. هرگاه دشمنان دین وطن قصد اشغال این زادگاه شیرمردان کرده است، از اثر مجاهدت و مقاومت قهرمانان این مرزبون پوزشان چنان به خاک مالیده شده است که جز شکست گریز راهی چاره دیگر را به خود ندیدند.